خب رفقا یه ویدیوی خیلی جالب هست با هم ببینیم، بعد نظرم میخوام براتون بگم. خب علیرضا جان مبارکت باشه. چه حسی داری بابا تو سن 17 سالگی وسط خون مجردی گرفته؟ کوچیکه. دوستش نداری واقعا؟ کی شد دوستش باشم کوچیکه؟ امشب تولد پسرمه، هم مردم بستنی براش گرفتم، هم ماشین نیسان براش گرفتم. خب رفقا اگر همچین ویدیوهایی رو دیده باشید داخل فضای مجازی، میبینید که اکثر افراد واکنش خیلی منفی دارن نسبت به ویدیوی اول، اما واکنششون نسبت به ویدیوی دوم خوب است، در صورتی که محتوای دو ویدیو یکیه. دو تا پدری که آمدن برای فرزندشون یک هدیه خریدن. دلیل اصلی واکنش منفی مردم میدونید چی است؟ این که اکثر افراد نسبت به پول یک طرز فکر اشتباهی دارن. اکثر مردم فکر میکنن پول منبع فساد است، تمام پولدار آدمای بدی ان، چون خیلی راحت تره که ما خودمون رو گول بزنیم و نسبت به کسانی که تلاش بیشتری کردن جبهه بگیریم تا اینکه واقعا بریم زندگیمون رو تغییر بدیم. و برای من خیلی جالب است که میبینم افراد ترجیح میدن دیگران سرزنش بکنن تا اینکه یک نگاهی به زندگی خودشان بندازن. حالا جالب تر از این، جناب رابرت کیوساکی یک کتاب خیلی جالب نوشته در مورد طرز فکر افراد در مورد پول به اسم کتاب پدر ثروتمند و پدر فقیر که اکثریت شاید اسمش شنیده باشه. و این داستان در مورد پول در تمام دنیا وجود داره، چه در بین آمریکایی‌ها چه در بین اروپایی‌ها، و کلا یک چیزی است که اکثر افراد بهش معتقدن. من خودم تجربهش داشتم. یک بار با بنده خدایی که سنش حدود 45-48 سالش است، یکی از آشنای بنده، متولد سوئد است، یک آدم سوئدی، با هم نشسته بودیم داخل ماشین، رفتیم به یکی از مناطق ویلای شهرمان. جلوی یک ویلا نگه داشت، گفت این ویلا رو می‌بینی؟ و این ویلا یکی از ثروتمندترین افراد شهرمان و یکی از ثروتمندترین افراد کشور سوئد است، صاحب یکی از بزرگترین برندهای لباس در دنیا. گفت این ویلا رو می‌بینی؟ گفتم آره. گفت مثلا مال فلان خانواده است، صاحب فلان برند. و ادامه داد که دنیا چقدر جای ناعادلانه است. برای مثال برگشت به من گفت که آره تو تریدری، اگر که پدر تو هم همچین ثروتی داشت به تو میومد یک مقدار فاند یا سرمایه میداد، خب خیلی کار زودتر راه میافتاد. بعد برگشتم بهش گفتم که آقا طرز فکر تو اشتباهه. یه آدم تلاش کرده، اگه من تلاش کنم خب قطعا میرسم به همچین جایی. دیدم که از دست من ناراحت شد، چون قبول واقعیت برایش سخت. درسته بعضی از افراد از راه‌های بد به پول رسیدن، اما باور کنید تعدادشون خیلی کمتره. و متاسفانه زمانی که آدم پول نداشته باشه، در شرایط بدی باشه از نظر مالی، امکان داره دست به کارهای غیر اخلاقی بزنه تا کسی که مقدار سرمایه داره بخورید. و مهمترین اصلیه که ما بیایم قانون بازی رو یاد بگیریم، چیزی که برای خودم شفاف شده از زمانی که سعی کردم واقعیت‌ها رو ببینم به جای طرز فکرها، زندگیم تغییر کرده. و امیدوارم شما از این دسته نباشید که با دیدن همچین ویدیویی بیاین و یک واکنش احساسی نشان بدیم. سعی کنیم واقعیت ها رو ببینیم. موفق باشید.